Dear friends, سخنرانی عدملکت نماینده ویژه دبیر کل در عراق بین سالهای 2009 و 2011 رو داریم که اول از همه میگم من بسیار خوشحالم که در این گردهمایی بزرگ شرکت دارم تا بر روی نقض بزرگ و نقض بزرگ حقوق بشر که همچنان هم ادامه داره صحبت کنم و بیش از 10 سال است که ادامه داره که باعث کشته شدن افراد و از بین رفتن دارایی‌های هم میهنان شما در عراق شده، یعنی ساکنان اشرف و لیبرتی. در این گردهمایی سالانه یک بار دیگه ضروری است که بگیم که همین گردهمایی مقاومت هست به خاطر بی‌توجهی که همه کسانی که نقش فعالی دارن یا باید نقش بسیار بیشتری ایفا کنند ولی نقش غیر فعالی دارن تا تغییر رو محقق کنند. همه ما اینجا خواهان همین هستیم تا تغییری صورت بگیره و این کاری هست که با همدیگه ادامه خواهیم داد در اینجا در پاریس، هر چقدر هم طول بکشه و هر سال همون رو ادامه خواهیم داد. Of course we acknowledge طبعا که ما یادآوری میکنیم که در هرج و مرج هر روز در اون منطقه بسیاری جان خودشون رو از دست میدن، در عراق از بغداد تا دمشق و فراتر از اون. ولی این خشونت بزرگ در حالی صورت میگیره که ما نباید این ساکنان لیبرتی رو از بین ببریم و این جنایت نفرت انگیزی که هفته گذشته علیه اونها صورت گرفت باید توسط جامعه بین‌المللی محکوم بشه. خوشبختانه Fortunately, over the past year, we have seen that some of the Camp Liberty residents ما دیدیم که ساکنان لیبرتی انتقال برخیشون محقق شد در کشوری که واقعاً شایسته تقدیر و تشکر هست به خاطر میهمان نوازیش، یعنی کشور آلبانی. Albania that offers a shining example of a welcoming attitude in an era that in many parts of the world refugees are not longer considered, receiving refugees is not longer considered a moral imperative. ادامه میدیم سخنرانی عدملکت رو نماینده ویژه دبیر کل ملل متحد عراق در 2009 تا 2011 که بار دیگه تقدیر و تشکر میکنه از مردم آلبانی و دولت آلبانی به خاطر میهمان نوازیشون و پذیرش ساکنان لیبرتی و همچنین تاکید کرد بر ضرورت تضمین امنیت مجاهدان اشرفی در لیبرتی. میگه که ما میدونیم که این نبرد و مبارزه ادامه خواهد داشت تا لحظه آخر و تا آخرین نفر که در اونجا زندانی شده باشه در لیبرتی با اسمی که به اشتباه لیبرتی گذاشته شده. میدونیم که همچنان حسی هست و اقداماتی هست که مجاهدان اشرفی منظورش هست در لیبرتی رو تحت خطر قرار میده و ما در عجبیم، در تعجبیم که چرا جامعه بین‌المللی نمیخواد با قدرت بیشتر اقدام کنه و مؤثرتر اقدام کنه. از خودمون سوال میکنیم و از همه که مسئولیت دارن سوال میکنیم چطور در این کره زمین ممکن هست که در سالهای گذشته فرودگاه بین‌المللی بغداد به طور معمول کارش رو شروع کنه دوباره ولی در همونجا در مجاورتش چنین جنایاتی صورت بگیره. این نباید و نمیتونه ادامه پیدا کنه. به عنوان نماینده پیشین دبیر کل ملل متحد من میدونم که
سازمان ملل چطور خیلی اوقات بین منافعش و قدرت‌های دیگه گیر میفته، اما وقتی نقض حقوق بشر صورت میگیره در برابر چشمان کسانی که مسئول هستند برای حفاظت، نمیشه انتظار داشت از سازمان ملل که یک نقش میانجی رو بازی کنه، بلکه زمان این هست که قدرت خودش رو اعمال کنه و دبیر کل ملل متحد خودش وارد این قضیه بشه و همه طرف‌های درگیر رو باعث بشه که اونها تضمین‌های دراز مدت بدن برای جان، دارایی و انتقال همه ساکنان لیبرتی، انتقال امن همه ساکنان لیبرتی. زمان آن فرا رسیده که در این جهان امروز و این میزان از کارمندان سازمان ملل که کار میکنن برای نجات دادن سوری ها و عراقی ها که قربانی این وضعیت دیوانوار ژئوپلیتیک منطقه هستند، الان به همین دلیل هم ما بار دیگه امروز فراخوان می‌دهیم که بیش از هر زمان دیگه آینده صلح‌آمیز ساکنان کمپ لیبرتی تضمین بشه به عنوان بخشی از تلاش جهانی برای آشتی و از بین بردن خصومت و نابودی. چون این بازی‌های قدرت باید از بین بره و خورشید اصول حقوق بشر باید اون رو از بین ببره و امروز در پاریس امیدوارم که این خواسته های ما مورد توجه قرار بگیره و به اونها عمل بشه.